پس از گذشت 5 ماه از گشایش 53مین نمایشگاه بین‌المللی 2 سالانه هنر ونیز ایتالیا، مجسمه سیمرغ ایران در کنار دیگر آثار نقاشی و خطاطی هنرمندان ایرانی همچنان در مرکز توجه بازدیدکنندگان قرار دارد. در این رویداد معتبر جهانی آثار هنرمندان کشورمان در غرفه مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی ایران بازدیدکنندگان را مجذوب خود کرده است. من از این آثاری که خلاقیت خاصی توشون به کار رفته خیلی خوشم اومده. من واقعاً پیام صلح مجسمه رو تحسین میکنم. مارکو پریسینوتو، ایرانشناس ایتالیایی و نویسنده کتاب ایران گنجینه‌های پارسی هم گفت: من اونقدر به ایران علاقه‌مندم که هر وقت نمایشگاهی از آثار هنری ایران در ایتالیا و دیگر کشور اروپایی برگزار میشه سعی میکنم به اونجا برم. 2 هفته پیش هم من در شهر روتردام هلند بودم و در مراسم گشایش نگارخانه دائمی موزه هنرهای معاصر تهران هم شرکت کردم. در نمایشگاه ونیز بیش از 90 هنرمند از 77 کشور جهان آثار هنری خود را در معرض دید عموم قرار دادند. 2 سالانه ونیز بزرگترین نمایشگاه 2 سالانه هنری جهان محسوب می شود. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر ونیز، ایتالیا.